کارمند شبکه اینترنت شهروند جمهوری تاجیکستان کریموف عنایت‌الله. راستی من سامانه‌های اینترنتی را بسیار مطالعه میکنم. بسیار سرکار دارم با خبرهای سامانه اینترنتی. در یک چیز حیران میشم به مانند سامانه اینترنتی رادیوی آزادی که فقط این خیلی مدت چند سال میشه که من این سامانه را شناسایی دارم. به این سامانه رادیوی آزادی و این را مطالعه میکنم. فقط سیاه کردن یک دولت یا سیاه کردن یک طرف نباید فقط یک طرف سیاه کرد و طرف آبادی و پیشرویش هم دید. با دیگر اینکه سامانه رادیوی آزادی مدت چندین سال کار و فعالیت میکند. ما با این شناسایی داریم، ما را مطالعه میکنیم، در خبری را ما میخوانیم. یک روش معین ندارد. روزهایی که سرحد بین تاجیکستان و ازبکستان بسته بود، این سامانه فقط از طرف خبرهای اغوا انگیزی بین دو ملت به هم دوست و نزدیک مشغول بود. و بعد که این سرحد گشوده شد، رئیسای دولت نشستند به همدیگر دوست شدند، حاضر رفت آمد این کار را بس کرده بود طرف پنهان کردن فکر و عقیده حزب نهضت اسلامی، یعنی که حزب تروریستی اکستریمیستی که اعلان شده است. این رادیو آزادی را میدوند، به یک خبر هم دارد، که فکر عقیده همه را با پهن میکند. هرچند نامشون تغییر دادن، نامشون پیمان ملی ماندن، نامشون تغییر هم داده باشند، همون فکر عقیده و همون کاری که پیش میکردن، همون فکر پیش بردستن در چندین صورت چون عادش کرده باشند یا که لباسشون تغییر داده باشند. و اینجا یک چیزی تعجب آوره که فقط طرف سیاه کردن یک دولت نمیفهم برای چی باشه. این شاید همون شخصایی که در طرف اروپا حاضر وطن خودشون یا که ملت دولتشون سیاه میکنن، همه را به همون مانند میکنه یا که گویابون غرض شخصی خودش این سامانه رادیوی آزادی را خلاصه فقط سیاه میکنه طرف تاجیکستان. خبرهای نماینده‌اش رفته در انگوی اروپا با همراه سرکردای پیمان ملی، یعنی که سابق حزب ممنوع نهضت اسلام و میخوانن فکرهای همه رو در همین سامانه آزادی پهن میکنن. دیگه این سامانه فقط در پهن کردن یا که در اغوا انداختن یک دولت یا که یک طرف است مثل تاجیکستان. موافق خبرهای رادیوی آزادی، سامانه رادیوی آزادی، وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان چند روزنامه‌نگار را برای ثبت نام کردن در همین سامانه رادیوی آزادی منع کرده است. در حقیقت حق به جانب همین وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان است. در حالی که روزنامه‌نگار منفعت شخصیش از منفعت ملی که بالا دانست، او را باید منع کنند. چه یک شخصی که منفعت ملت دولت خود را زیر پا میکند، او را اجازه میدن به یک سامانه‌ای که او یک فکر معین، یک راه معین یا راه روشی مثال اغوا انگیز دارد رفته کار میکند. این را باید بر وقت را منع میکرد. ولی هم دیر شده، باید بر وقت منع میکرد. ما مردم تاجیکستان خود این مدت چند سال میشه که تنج شدیم و آرام شدیم، این پیشروی رو دیدیم. این تنجی مردم تاجیک، این تنجی وطن ما دور دوام کرده. ما هم مثل دیگران، مثل دولت‌هایی که این رادیوی آزادی را مثال میگیریم مبلغ گذاری میکنن، پشتیبانی میکنن یا که تأسیس دادن، میخوان دیگر جا را رفته مثال میگیریم فتنه اندازی کنن، خودشون آبادی و تنجی را بینن. ما هم مثل همه انسان، ما هم آدمیم، ما هم تنجی را میخوایم، آبادی را میخوایم، دوستی را میخوایم، ما هم پیشروی را میخوایم.